عزیزان کنار یه پورشه 911 سال 1989 کاستوم شرکت سینگر وایسادیم. ما قبلا یه دونه از اینا رو تو پیج پست کرده بودیم که رنگ سبزش بود، میتونید بریم ببینین. این رنگ آبیشه. اینا قیمتشون بین 2 میلیون دلار تا 5 میلیون دلار فروخته میشه. صندلیاشو ببینین که مال شرکت ریکارو. این قسمت هم ورودی هواشه، رنگش خیلی خوشگله. تو داخلش نشون بدن نیست کربن و چرم و چقدر اون حالت دیزاین قدیم رو نگه داشته، نخواسته جدید کنه همه چی رو. رینگای فوق پهن تک بولتی بهشون میگن، یعنی یه دونه پیچ بیشتر نیست و بدنه فکر کنم اینو فیبر کربن کامل درست کردن، چون مقاوم سازی داخلش قشنگ شبیه ماشینایی که تو پیست مسابقه میدنه. رول کیج داره در واقع. بغل دراش هم واسه همون شکلی بود. این شیشه یه حالت تلقیه که جوری یه حالت فرو رفته است که هواکش موتور رو از داخل این پنجره بتونن بکشن، ولی به دیزاین کلی بدنه هیچ تاثیر بدی نذاره. به آینه‌هاش هم خیلی خوشگله و از اونجا هم سوخت میزنیم جلوش.